نیروهای یک با قشون سرشماری به مقابل آنها روانه شد. شیرک در این مورد به نزد لشکرکشان آمده، اعضای بدنش معیوب، رویش از جراحت بدنما، گوش و بینیش بریده بود. شیرک عرض کرد که همقومانش همین طریقه جزایش دادند و اینک او تشنه جنگ است. در این مورد او راه بلدی را بزیمه گرفته وعده کرد که قشون فارس ها را به قبگاهی میبرد. بعد از 7 روزی راه پرمشقت اسکران فارس به بیابان خشکی برآمدند. آنها را خوف هلاکت تهدید میکرد. فارس ها فریب خوردن خود را فهمیدند. شیرک در حالتی که دشمن به سرش تیغ میکشید با افتخار جواب داد: من غلبه را به دست آوردم، زیرا برای از سر هموطنان خودم دور کردن فلاکت فارس ها را از گشنگی و تشنگی به هلاکت سپردم. در این مورد فارس ها سر او را از تن جدا کردند.